این روزا از تنش‌های خاورمیانه و جنگ بین روسیه و اوکراین باخبریم و میدونیم که این تنش‌ها به اوج خودشون رسیدن و بحث‌های نظامی حسابی داغن، طوری که هر لحظه ممکنه یه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ بده. دقیقاً مثل اتفاق ورود نیروهای اوکراینی به خاک روسیه. درود به شما نقطه‌زنی‌های عزیز. تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم که آیا ایران با روسیه همکاری می‌کنه تا پروژه جدید سوخو 75 رو بسازه یا که خیر. اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله هم فعال کنید. راستی یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید. قطعا باید فهمیده باشید که یکی از ضعف‌های بزرگ ایران نیروی هواییش و جنگنده‌های فرسوده و قدیمیشه و خیلی فوری نیاز به جنگنده‌های بروز و قدرتمند دنیا داره که بتونه در کنار پدافند نسبتاً خوبش مثل پدافند آرمان که به تازگی ازش ویدیو ساختیم نیروی هواییشو تقویت کنه. لینک این ویدیو هم توی دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتید میتونید ببینید. یکی از گزینه‌های روی میز واسه ایران همکاری و ورود به پروژه سوخو 75 چکمیته که با روسیه مشترکه. این گزینه تو زمانی رو میزه که هنوز وضعیت سوخو 35 ها مشخص نشده و ما اینجا کاملا به این موضوع میپردازیم که ببینیم بالاخره چی میشه. البته نمیشه خیلی قطعی صحبت کرد و تمام این محتوا از منابع داخلی و خارجی به دست اومده و این همکاری بین ایران و روسیه قبلا هم مطرح بوده و یه چیز من درآوردی نیست. ما هم با این اطلاعاتی که داشتیم یه ویدیو ساختیم که شما هم از این موضوع باخبر باشید. پروژه سوخو 75 چکمیت روسی یا پروژه قدرتمنده. این جنگنده قابلیت‌های پیچیده و مدرن زیادی داره که اگه رونمایی بشه از یه سمت میتونه به کشورهایی که اونو دارن قدرت زیادی بده و از سمت دیگه تهدید جدی واسه جنگنده‌های غربی و آمریکایی مثل F-35 لایتنینگ باشه. اما این جنگنده واسه اینکه بتونه پرواز کنه باید تستای زیادی رو بگذرونه و راه سختی در پیش داره. سوخو 75 یه جنگنده نسل پنجمیه که میشه روش به عنوان یه جنگنده‌ای که هم مدرنه، هم امکانات خوبی داره و هم خیلی خوش قیمته حساب باز کرد. مخصوصا واسه کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا یا حتی کره شمالی، کشورهایی که به شدت به جنگنده‌های مدرن و خوش قیمت نیاز دارن. اما این پروژه یه مشکل بزرگ داره، اونم مشکل مالیشه. همونطوری که میدونید پروژه هایی که به ساخت جنگنده ها ختم میشن هزینه‌های سنگینی دارن. از اون سمت هم که میدونید روسیه 2 ساله که تو جنگ تمام عیار با اوکراینه و برای همین جنگ ها تحریم‌های شدیدی هم علیه این کشور وضع شده. واسه همینه که شرایط اقتصادی خوبی نداره و نمیتونه روی این پروژه سرمایه گذاری کنه. برای همین باید بره سراغ اسپانسر یا بهتره بگیم شریک‌های استراتژی که کنارش تو این پروژه سرمایه گذاری کنن. فکر کنم منظور روسا اینه که علم از ما، سرمایه از شما. اگه ویدیوی مقایسه سوخو 57 و F-35 رو دیده باشید میدونید که روسیه واسه تولید انبوه سوخو 57 هم با مشکل مالی درگیر شده. البته سوخو 57 نسبت به این پروژه قطعاً جنگنده گرونتریه. حالا هم که توی جنگه و بعید به نظر میاد که توانایی مالی واسه ادامه پروژه سوخو 75 چکمیت رو داشته باشه. از یه سمت دیگه هم روسیه دوست نداره این پروژه متوقف بشه و از دستش بده، چون خوب میدونه داشتن همچین جنگنده‌ای میتونه هم به روسیه و هم متحدانش کمک کنه. پس باید شریک مالی پیدا کنه و از کشورهای سرمایه‌گذار استفاده کنه تا پروژه رو جلو ببره. سال گذشته نمایشگاه نظامی روسیه برگزار شده بود و میخواست که تجهیزات روسی رو به نمایش بذاره. یکی از بازدیدکننده های این نمایشگاه هم ایران بود که مقامات ارشد نظامی ایران هم رفته بودن اونجا. اونا هم از نمایشگاه بازدید کردن و هم با مدیرای شرکت سازنده سوخو دیدار کردن. تو این نمایشگاه یه ماکت از سوخو 75 رو نمایش شد و اطلاعاتش هم نوشته شده بود و به نظر میرسید که این جنگنده قدرتمند و هوشمندیه. با این دیدار به نظر میرسه که یکی از شرکای پروژه سوخو 75 چکمیت میتونه ایران باشه که تا حدودی هم عقلانی به نظر میاد. این کشورها تو تحریم‌های شدیدی قرار گرفتن. از اون سمت با کشورهایی که سازنده جنگنده‌های مدرن هستن هم رابطه خوبی ندارن. ایران نمیتونه یوروفایتر بخره، نه F-35 و نه J-20 چینی. برای همین واسه ایران عقلانی به نظر میرسه که تو این پروژه یعنی سوخو 75 مشارکت کنه و بتونه از جنگنده‌های فوق پیشرفته تو نیروی هواییش استفاده کنه. اما یه موضوع این وسطه، اونم صحت این خبر یا صحت به واقعیت پیوستن قولایی که به هم دادنه.
روسیه قبلا معامله و شراکت‌هایی با ایران داشته، ولی متاسفانه خوشقول نبوده. از پروژه‌های نیروگاهی که هزینه زیادی رو دست ایران گذاشت تا همین سامانه پدافندی S-300 که با کلی تأخیر تحویل ایران دادن، یا همین موضوع داغ اخیر یعنی جنگنده‌های سوخوی 35. پس اینجا مشکل اعتمادی هم به وجود میاد که روسیه تو این پروژه آیا به فکر سود ایران هم هست یا فقط میخواد پروژه خودش رو جلو ببره. البته خیلی از کارشناسان معتقدند که ایران سوخوی 35 رو از روسیه تحویل گرفته یا نهایتاً به زودی تحویل میگیره و رسانه‌ای نکردن اونم به خاطر محرمانه بودن اطلاعاتشه. اما گفته شده که بعد از نمایشگاه نظامی روسیه، جانشین کل ستاد نیروهای مسلح به روسیه سفر کرده تا در این مورد مذاکره کنه و یه سری تصاویر هم از اون پخش شده. چیزی که از منابع به دست اومده، ظاهرا روس‌ها واسه سرمایه‌گذاری اولیه این پروژه پیشنهاد 10 میلیارد دلاری جلوی پای ایران گذاشتن و ایران هم این هزینه رو پذیرفته، اما هنوز پولی به روسیه نداده. اونم به خاطر اینه که منتظر یه طرح نهایی و نسخه واقعی از این پروژه است که بدون اصلا میشه نهاییش کرد یا که خیر. البته جنگ روسیه و اوکراین هم یه مانع دیگه این موضوع شده و منتظره که یه کمی اوضاع آرومتر بشه. در کل روسیه واسه این پروژه قدرتمند نیاز به سرمایه گذار داره که ایران این پیشنهاد رو قبول کرده و با قیمتی هم که گفتن مشکلی نداشته. چیزی که گفته شده وقتی روی این پروژه سرمایه گذاری بشه، اون کشوری که سرمایه گذاری کرده میتونه به عنوان اولین کشور از این جنگنده به تعداد زیاد با قابلیت‌های شخصی سازی شده مخصوص خودش استفاده کنه و انتظار میره که ایران از روسیه بخواد که این جنگنده توی کشور تولید بشه. البته که ساخت جنگنده و شروع این پروژه ها تو هر کشوری چندین سال زمان نیاز داره. حتی همین F-35 هم ساختش چندین سال طول کشیده و سوخوی 75 هم قرار نیست یه سال ساخته بشه و قطعا سالیان سال زمان میبره. در کل سوخوی 75 چکمیت یه جنگنده تک موتوره است که مانورپذیری خیلی بالایی داره و میتونه تو نبردهای تهاجمی و هوایی خیلی خوب شرکت کنه. سوخوی 75 یه مکمل واسه سوخوی 57 به حساب میاد. موتور سوخوی 75 توربوفنه و واسه سوخوی 57 هم ازش استفاده میکنن. این موتور میتونه تا 3000 متر برد انتحاری داشته باشه و سرعتش تا حدود 2 ماخ بالا بره و 8 تن مهمات با خودش حمل کنه. گفته شده که این جنگنده سنسور، سیستم، آرایه فازی و رادارهای خیلی هوشمند و پیچیده‌ای داره که میتونه همزمان 40 تا هدف رو کشف کنه و با 6 تا هدف همزمان درگیر بشه. روسیه گفته که این جنگنده قابلیت حمل هر نوع سلاحی رو داره و قراره یه نسخه بدون سرنشین هم ازش ساخته بشه تا یه نسخه مکمل هم داشته باشه. قیمت این جنگنده 25 میلیون دلار برآورد شده، البته بدون هزینه‌های آموزش و سلاح‌هاش. خیلی از رسانه‌ها گفتن که اولین پرواز این جنگنده سال 2034 انجام میشه، اما رسانه‌های روسی میگن که احتمال داره که همین 2025 بتونه پرواز کنه و 2028 هم وارد خدمت بشه. اینم از داستان سوخوی 75 چکمیت که تا زمان رونماییش داستان‌های مختلف زیادی داره. ممنون که همراه من بودید. نظراتتون رو کامنت کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. در آخر مثل همیشه به امید دنیای آگاه و آزاد.